چیزی که انسان باید در این شب انجام میده، دوستای خدا گفتن که این توبه و استغفار است. گریه کردن، ناله کردن، زاره کردن، از خدا بخشش پرسیدن، رو به خدا آوردن، از اون خاطرات تلخ و سیاه و بدی که در حیات گذرانده از او پشیمان شدن و گردن به جانب الله رب العالمین به سوی پروردگار گردن کج کردن و تضرع و التماس زاره کردن که ای الله من مغفرت کن، گناه های من ببخش، من طاقت عذاب تر ندارم، من طاقت قهر غضب تر ندارم، من طاقت دوزخ تر ندارم. ای الله امروز یک وبایی که دیدش نمیشه من پریشان و تشویش و ناراحت کرده است. ای الله من قوت طاقت بلا و عذاب تر ندارم. باید که ما دعا داشته باشیم، یعنی توبه و استغفار داشته باشیم. این دعا را شما را برادر عزیز حتما داشته باشید، چون که تعلیم پیغمبر بزرگوار ما است. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تنهای عایشه تو بگو، دعا کن که ای پروردگار تو بخشنده مهربان هستی و دوست می‌داری بخشندگی را. پروردگارا منو ببخش، منو عفو کن، گناههای منو مغفرت کن. این جمله را شما هم برادر عزیز از خود کنی، حفظ کنی. اونقدر دشوار و مشکل نیست گفتنش. ای پروردگار تو بخشنده هستی و دوست می‌داری بخشیدن. پروردگارا منو ببخش، منو عفو کن، از گناه و تقصیرات و کمبودی من درگذر. ملائکه هایی که پاکیزه هستند، یعنی معصوم هستند، وقتی عبادتی شب زنده‌دارهای این شب میدیدن و میدیدن که خداوند در این شب برای این بنده ها چقدر ثواب بزرگی در حقشون میبخشه، اونها هم این ثواب آرزو میکردن. اونها هم یعنی تمنا میکردن که ای کاش که این ثواب برای ما هم نصیب میشد. اما این ثواب و این شبی خدر خاص برای ما امت اسلام، امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. بعضی از مفسرین گفتن که اون ملائکه هایی که از نزد خداوند پایان می شوند برای شب زنده دارها و عبادتگرهای این شب از جانب پروردگار یعنی سلام می فرستند، سلام می آورند. این شب شبی سلام هم هست. یعنی اکنون برادران بزرگوار من، این شب شب جمع خوبی ها هست. هر انسان چقدر قدرت داره، توانایی داره، باید که یگان لحظه این شب حرکت کنه که یعنی بیکار خاموش به حرکت نگذرانه. چون که این شب شب استفاده بردن است، شب غنیمت است، شب فضیلت است، شب ارزشمند است، شب کارساز است، شب تقدیر و مقدرات هر شخصیت است. و این خاطر انسانیت حرکت کنه که این شب از لحظه هاش چقدر استفاده ببره.